پلوش است. لوک پلو قبلا داخل مزار شریف نبوده. آنخوی بوده شبرغان بوده. ما ایرا چینل یوتیوب تان دیدیم. شما دیدید؟ بله بله. هم وقت اراده کرده بودیم که یک بیایم لوک پلو بخوریم. بیننده های عزیز یوتیوب چنل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق زاید در خدمت شما. امروز 12 اگست سال 2026 میلادی است و ما خوشبختانه دوباره از شهر زیبای مزار شریف در خدمت شما هستیم. آمدیم در نزدیک بلاک‌های شمس هستیم، جایی که در چنل قبلی من یک گزارش گرفته بودم ولی بخواست تب دل من نبود. بعض چیزا رو بهش گفتم تو هیچ قبول نکردم. امروز هر آنچه را که خودم بخوایم همینگونه میتونم تصمیم میگیرم، به خاطر که آزاد هستیم. آمدیم به لوک پلو که تازه در مزار شریف به فعالیت آغاز کرده. امروز از الف تا یا برای شما تصویر میگیریم که لوک پلو چگونه ساخته میشه. در نزدیک بلاک‌های شمس بازم تاکید میکنم که خماب لوک پلو رستوران در اینجا هستیم. با اعضای ما صحبت میکنیم و یک موضوع بسیار جالب است. اینجا از دو قوم نامدار با عزت و مشهور افغانستان در کنار هم یک جا شده این رستوران پیش میبره. یکی از کدام قوم است اونا را هم در راولای برنامه براتون بیان میکنم. واقعا هر وقت تنوع قومی را من در یک جای میبینم واقعا خیلی خوش میشم و با او یک احساس خوشی پیدا میکنم و امیدوار هستم یک تنوع قومی در هر جا باشد. چنل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدید. گرمی مزارش خلاصی نداره. امروز باز فصل 42 درجه رفته. رفتیم بخیر. در ابتدای برنامه گفتم که جایی که تنوع قومی باشه ما را خیلی دوست دارم. از چهره میشناسیم که کی است. مطمئن هستم که میشناسیم. با اینا صحبت میکنم. با اینا خوشبختانه با اعضای ما با قوم ترکمن یک جا شده. اینجا رفال ساخته است. سلامونه، ستړي مسئ. څنګه جوړ په خیر صحت مند خیریت دې ان شاء الله. شکر. سلامت اوسئ. نوم مې فرید دی. فرید جان څنګه؟ سلامت. څنګه د ګرمۍ سره؟ فضل د خدای د واسطې تیریږي. خوشاله اوسئ. پاغش په چې د رستورانت افتا کې راغلی وم په یاد دي؟ ولې نه تاسو څنګه نه په یاد دي؟ دوی میاشتې سوید؟ تقریبا 2 میاشتې به کېږي. 2 میاشتې مخکې له دې د د رستوران تجربه درلوده؟ ما نه درلوده، د ملګري مې درلوده. ملګري درلوده. د دې ملګري سره څومره وخت کېږي چې ملګرتیا لري؟
ملګرتیا نو تقریبا د 8 کاله یا 8 کاله خو شاوخوا کې 8 کال ملګرتیا او وسره ډېر زیات. نو څنګه پلان ونیوئ چې دلته راسئ خبره وې چې په مزار کې اصلا لوک پلو نشته څنګه مو تصمیم ونیوئ چې لوک پلو جوړ کړئ ما تاسو مخکې تجربه ده درلودله نو بیا دا تصمیم یې ونیو وایي زه تنهایي باندې نشم کولی که ته ما سره همکاري وکړې داسې یو تصمیم ونیسو چې دلته یې فعاله کړو ما ورته مشکل نشته دی بیا یو ځای سره دلته په اتفاق کار کوو بیا مو شروع کړئ له خیره غرمه او ماښام 2 وخته لري 2 وخته دی لوک پلو د غرمې او د ماښام غرمې کې ډېر باره وي که ماښام کې نه غرمې زیات غرمې لوک پلو داسې خاصیت لري چې معمولا ډېر خلک یې په ژمي کې خوري که اشتباه ونه کړم خبره ده بیا دې غوړي چې دی د پنځلو دی په اوړي کې مشکل نه لري یعنی چې وی خوري معدې باندې بوج نه راولي او راحت یې انسان چا چې خوړلی تجربه یې لري ستاسو ویډیو ما ټیک ټاک کې خپره کړې وه تقریبا 200 کسانو کتلې وه ستا شمېره ادرس ټول مې ورکړی و مقصد خوشحاله مقصد ما خپل کار کړی و پوهېږم ستاسو خدمت کوئ نن خو هم خامخا دیګ بار دی سل تاسو انشاءالله تاسو به بیا دیګ وګورئ بس میلمانه به وګورئ خلک به وګورو او جالب موضوع دا وه چې ما په لومړي ځل په مزار کې هم مې لوک پلو ولیدې هم مې د کبانو کباب ولیدې کباب هم لرو د لقمه کباب دی هغه د عمو د رودني دریای عمو نه راوړي وو دا کله یې خامیان نه راوړي او کله یې دریای عمو د شورتېپې خوانې راوړي دغه ځای ټول مربوط دغه کېږي نو دا قرقین او خاماب او درزا دریای عمو کېږي دا عمو څخه راخلي نو په دې معنا ده چې هر وخت کباب هم څه ده کباب انشاءالله او څوک چې راشي نه سرګردانه کېږي په خدمت کې اگر شما میخواین که کباب ماهی لقه دریای عمو را نوشجان بکنید و هم کنجد پلاو لوک پلاوی به روغن کنجد او را هم نوشجان بکنید پس حتما اینجا بیاید برادر عزیز ما آشپز جوان با تجربه اونجا هست منتظر ماست خب مجرده که چند دقیقه بخیر برنامه شروع میشه باز میریم پیش از او و امروز از او هم حتما صحبت میکنم فرج جان ډېر مننه خوشاله کور دې ودان سلامات اوسئ په عزت اوسئ قابای کاملا چوبی است و نام خدا از خیلی زیاد است و دوباره پیش این برادر عزیز ما آمدیم باش که ما رو میشناسه یا نمیشناسه نعمت جان سلام علیکم شما خوب هستین خیرتی هستین ان شاء الله ما رو شناختی بله چند ماه پیش آمده بودیم 2 ماه پیش باز ویدیو تا دیدی یا ندیدی بله دیدیم اینا در کجا جور میشه اون دیده بود اینا در خاماب اینجا جور میشه دست چوبی است چوبی چی هستی توت است توت است اینا چنار هم است چنار هم داره بله این در شهر جور میشه در ولسوالی در ولسوالی جور میشه در خماب چند ساعت را است؟ 6 ساعت است؟ از زیاد است بسیار ما قرقین که رفتیم تقریبا 6 ساعت را بود ما از ترکمنستان هستیم از امیرای قرقین میرین یا از راه جازجان میرین؟ چی است؟ راه قرقین میریم بریم ما تا قرقین رفتیم خود طرف ان شاء الله بخیر میرم خوب ماهی داره میگن بسیار ماهی شما فعلا در خماب زندگی میکنی یا اینجا؟ یا ما انخوی زندگی میکنیم انخوی است انخوی است؟ در انخوی دیگه نام خدا لوک پلاو بخی زیاد است بسیار مشهور است دیگه لوک پلاو مشهور است
ما یک ویدیو شما را در تیک تاک هم مانده بودم برم دیدی؟ بله یاد دیدم. بسیار چند هزار نفر این دیده بود. آدرس خواسته بود مردم برین پیش این بچه برین گفتیم. خب چند سیر برنج بار کردی امروز؟ 3 نیم سیر. 3 و نیم سیر؟ بله. چند بجه است دیگه باز میکنی؟ 11 و 20. مامیال آمده است بخیر؟ بله آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع. وطندارای عزیز اگر میخواستید که لک پلو نعمت جان نوش جان بکنید پس حتما پیش بلاک‌های شمس گذشته از چهارراه سرعت پیش بین این اینجا دیگر رستوران است در خدمت شماست و در ضمن من پیشتر امرای فرید جانم صحبت کردم روغن از اونها که از کنجد است بله 100% کنجد است 100% بیادر کنجد است این روغن کنجد باز نعمت جان شما از همین مزار میخرین یا کدام مشتری دارین از جای دیگه میارین؟ خاماب میاره از خماب میاره؟ از خاماب اکسان اسمان خواهد دوستای عزیز یعنی دیگه لک پلو است یک ده خیر است موتور دارین بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله نعمت جان این برنج از یکی از برنج وطنی است نی؟ برنج وطنی است امام کندوز میاره امام سای همین برنج وطنی هم چند رقم داره نی؟ بله اول و دوم و سوم دارم از کندوز فکر میکنم خوبش است از کندوز خوب شما حتما بوجی میخرین از اونجا بوجی میاره اینجا نفر است در کندوز است دو پلاو که شما پخته میکنین مثل این پلاوی دیگه برای عین مواد میندازین دیگه فقط این را برنجش فرق میکنه بله هم رقم است طبیعی فرق میکنه و روغنش فرق میکنه روغنش فرق میکنه از دیگر روغنش مثلا ساده است ساده است از شما دیگر روغن همیشه کنجد است کنجد است 100% روغن کنجد خوب است یا زغیر روغن کنجد خوب است این لک پلو اگر مثلا در لک پلو از روغن زغیر هم استفاده بکنی اما تو مزه‌دار مثل از روغن کنجد طوری یا فرق میکنه فرق میکنه کم ها یگان تا مثلا فرمایش میته میگه نمی لک پلوش برای ما میگه مولینگ هم تیار کن مولینگ هم باش میندازی مولینگ هم میندازم مولینگ میگه یا مایچه میگه مثلا نه میندازم هردوش از طرف چاشت نسبت به شب شاید زیاد بار کنی هم رقم است با اینجا فکر میکنم ما چهار دین جای چاینکی هم است جای چاینکی به خاطر سوپ اونا سوپ است بله باز چاینکی رو دیگران پخته میکنه یا اونم خودت پخته میکنی نه خودم پخته میکنم اونا چند سال تجربه آشپزی را داری نام غذا که باشه پخته کرده میتونم همین سند من از همین استاد دعا گرفتی یا نه ولی استاد دعا گرفتی استاد چند سال شاگرد بودی ما 11 سال 11 سال شاگرد بودی یعنی چند سال میشه که آشپزی میکنی 5 سال 5 سال خدا 11 16 سال چند سال هستی خیر 23 از همین خوردی شروع کردی خورده بسیار خورده بودم 5 سال واقعا سلام آقا او رستوران در کجا داشت دانخوی مشهور بسیار مشهور است مشهور است دانخوی بسیار برای خیر حالی هم است زنده است زنده است خدا نورش داشته باشه ای دوستای عزیز ناو چیزای اصلیش کشید نعمت جان کشمش سعی کو زردک سعی کو یکی از یوتیوبرای انجای رفته بود خودش گپ میزنه ولی ما از همون تقلید بکنم که این لک پلو خودش گپ میزنه میگه بین ما را بخورین گوشت چی است نعمت جون؟ گوشت گوساله هم گوشت بره هم از اردوش است اردوش است بله یگان اگر گوساله بخوای مثلا شما برشون گوشت گوساله میندازید بله یگان بره بخوای برشون گوشت بره میندازید بله وای دور از دلتان وطندارای عزیز لک پلو ما اولین بار راست شب بگیم پیش نعمت جان نوش جان کردم و واقعا این میشه بگیم مایچه رو اونجا بالا پرت که می مایچه بالا مایچه خورا ببینه این متو باز هم میگم دور از دلتان وطندارای عزیز اگر گشنه هستین اگر از زندگی لک پلو نخوردین به این مزار شریف اینمیجا پیش بلاک‌های شمس این لک پلو رو شجاع میکنه ای چقدر خوب گوشت داره منم گوشت دل مرا مقصد برد باید ادامه بتونم که ما این چاش دیگه بخیر دومین بار است که ما در طول عمر لک پلو رو شجاع میکنم دفعه اولم بار که میمانم نام خدا خیلی امشب میمانم خیلی زیاد بله خیلی میمانم نام خدا زیاد ولی امروز هم تو گفته مردم هم
آزادانه میشینیم نوش جان میکنیم و انشالله دیگه سر از این لحظه دیگه کسانی که می اینجا برشان آمدن میشوه و اینجا قبلا نعمت جان گفتن که چاینکی است، چاینکی هم یاد داره و کباب هم پخته کرده میتونی. بسیار نام غذا که باشه بلد هستی. خودت همین غذایی که پخته میکنی از کدامش خوشت میاد؟ پلاو بسیار شوق لوک پلاو هستی. خب میخوریم؟ بله ها میخوریم. مثل ما ورش وزن نمیگیره تمرین داره چی خبر؟ صبح میدم. خب نعمت جان مثل ما ور نمیخواد که چاق شود چون ما معمولا اگر تمرین نداشته باشیم بازار جای مولنگا و این لوک پلاوا رو بخوریم واقعا ما وزن میگیریم به خاطر کنترل وزن دیگه ما یک تمرین داریم یک واقعا راست شب بگیم اشتهای خوب نداریم و در آرزوی هستیم که یک اشتهای خیلی خوبی داشته باشیم که یک بوری رو بریم بکشن و میشه نوش جان بکنیم و کامرامین هم از ما بهتر است میشاره دو نفر هم تو لاغر هم یک جای یک جای شدیم بعد از دیگه بخیر میمانم کسانی که لطفالا و نوش جان میکنن اینجا قاب برش جور میکنن برای سنا میمانن باز ما اونجا میریم پیش دایی کباب چی را آماده میکنن؟ مایه کباب مایه را لقه مایه دریای آموره دریای آموره عجب یک قاموش ها خوب پیخی مارا یک ماسد بود که پیخی اولین بار بود که مجا لقه مایه کبابش خورده بودیم و اولین بار هم بود که بارم تاکید کردن گیره کنیم لوک پلاو با ما باشه داستان ما ادامه ده وطندارای عزیز شما که به مجرد که به این رستوران بین خماک پلاو رستوران کباب لقمایی دریای آمور نوش جان میکنن همین لحظه وطندار ما پکه کدارایی است یعنی اگر دلتان به کباب مایی یا لقمایی رفت حتما اینجا بین. السلام علیکم. درستین بخیر هستین؟ شکر. نام شما؟ شریف. از کجا هستین؟ مزار شریف. بله. چی پخته میکنی؟ کباب مایی. مایی کجا است؟ مایی شورتپه. خب از هم دریای آمو میاره؟ دریای آمو میاره بله. شما کباب پخته کردن یاد دارین دیگه؟ بله. چند سال تجربه داری؟ 40 سال میشه. 40 سال؟ بله. ماشاءالله. در کجا کار کردین؟ کدام ولایت؟ کلی ولایت ها کار کردیم. کابل، مزار. انخوی، شبرغان، هر جای رفتین؟ بله. چکری. در پلوی پخته کردن کباب مثلا دیگه چی خوب پخته کردن میتونی؟ دیگه کباب مرغ باشه. دیگه چیزی نیستم غیر کباب مرغ جگری بره. خب از نگاه مثلا قابلی و داشتی و چیزا رو میاد داری یا نه؟ دارشی هم یاد داریم. ولی مسلک اصلی شما کباب است؟ بله مسلک اصلی ما کباب است. این تو یک جای یک میمانی باشه چند صد کباب پخته کردی در این تجربه 40 سال؟ 200 300 خوراک چند خوراک پخته کردی؟ تنها مایی را 100 خوراک 50 خوراک پخته کردیم. تنها مایی را؟ نه تنها مایی را. کباب خود 200 خوراک 300 خوراک پخته کردیم. 1000 سیخ. 1000 سیخ؟ بله. دیگه میمانی کلام باشه. دهید پخته کردیم پارسال دهید.
پارسال دایید؟ چند نفر بودین باز؟ 3 نفر. 3 نفر؟ تقریبا 1003. بله. کباب چی بود؟ کباب گوشت گوساله. گوشت گوساله؟ بله. گوشت گوساله کبابش زود پخته میشه از مایی از بره از کدامش؟ بره زود پخته میشه. خب؟ اینمی مایی مثلا چند دقیقه وقت میگیره پخته این مایی فقط 10 دقیقه وقت میگیره. 10 دقیقه؟ بله. گوساله 15 دقیقه یا 20 دقیقه؟ گوساله 15 دقیقه. 15 دقیقه. خوب آماده میشه. خوب آماده میشه. 40 سال کاکا شریف پس نامیتان؟ کاکا شریف 40 سال با مردم افغانستان کباب پخته کرده. 20 سال در باغ مرزا قاسم بودم کوچه دوستم. 20 سال در اونجا باغ مرزا قاسم بودن. 20 سال دیگه شده در کابل و جوزجان و مزار حساب کو دیگه. ولی مزار حساب تا هرات هم رفتیم. هرات هم رفتیم. هرات. براستی چقدر شما چکر زدید؟ در هرات چند سال ماندین؟ در هرات 3 ماه. 3 ماه. ایشان کمال برده بودیم. خب پس آمدین. بس آمدیم. هی تو چکر دی هم چکر دی هم کباب پخته کن. خوب است چکر آزاد باشه. بخیر باشی کاکا شریف. سلامت زنده باشی. بخیر باشی. حاجی صاحب نازنین امیل از لوک پلو و نوش جان کرد نان میخورد ما مزاحمت نکردیم برش یگام وقت ویدیو ما رو هم سعی میکنه. حاجی صاحب محترم سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیرتی هستین ان شاء الله؟ بخیر باشین. نام شما؟ نام ما گلبدین است. حاجی صاحب گلبدین. بله بله. بیرون بودین حتما؟ بله بله ما مقیم عربستان سعودی. اونجا هستین؟ بله بله. چند سال میشه که عربستان هستین؟ تقریبا 15 سال میشه که عربستان هستیم. 15 سال؟ بله بله. مصروف چی کار هستی در عربستان؟ مصروف قالون فروشی. قالین؟ بله بله. قالینا را از اینجا میبرین یا اونجا جور میکنین؟ از ترکیه میاریم، از بلژیک میاریم، از چین میاریم. از اونجا میاره. بله بله. از خود افغانستان ما شما هم هست در دکانتان؟ قالین است نه، در دکان ما بس قالینای ترکی و چینایی و ایرانی است. خب این باز یک ذره قیمت است چی رقم؟ بله کار دستی بیخی قیمت است. قیمت است. به نسبت اینجا اونجا یک کمی قیمتی است. امی قالینا رو از خود مردم عربستان از پیش شما میخوری یا مردمی که مثلا در حج عمره می یا در حج فرضی می اونا میخره چی؟ نه ما صاحب از حج عمره یک کمی دورتر هستیم، پایتخت زندگی میکنیم ریاض. خب خود عربا میخره. خود عربا شما میخره. آل چکر آمدین مزار شریف؟ یک چکر آمدیم که چند روز پیش آمدین؟ اول ما آمده بودیم. چه وقت میری بخیر پس؟ انشالله امید داریم یک 4 ماه 5 ماه بعد میریم انشالله. خانواده رو اونجا بردین یا اینجا است؟ نه خانواده اینجا است. اینجا است؟ یک سال یک بار میاییم. سال یک بار میاییم؟ بله بله. لوک پلاو خوردید؟ ماشاءالله بسیار بهترین پلاو بود. ما اولا پناه خونم خدا در لوک پلاو دیگه اگر نداره. بله بله این مشهورترین پلاوش است لوک پلاو. قبلا داخل مزار شریف نبوده، انخوی بوده. انخوی بود. شبرغان بوده. ما ایرا چینل یوتیوب تان دیدیم. خب شما دیدید؟ بله بله. هم وقت اراده کرده بودیم که یک بیایم لوک پلاو بخوریم. اگر راست بگیم در مزار هیچ کس تا لوک پلاو جور نکرده بود. ما اولین بار لوک پلاو نمیشه همیشه که شما گزارش دیدین؟ بله بله. همونجا نوش جان کردن. این ولی دومین بار است که نوش جان میکنه. مزه‌دار بود یا نه؟ بسیار مزه‌دار بود. شما حتما لوک پلاو رو میخورین. مردم تقریبا خدا لوک پلاو خوب پخته این مشهورترین غذایش لوک پلاو است. هر کس پخته کرده نمیتونه ایرا. یعنی آشپز ماهر نباشه هر آشپز لوک پلاو پخته کرده نمیتونه. ما عربستان یگان دوستا داریم اونجا لوک پلاو پخته میکنه. ما مثلا نیم ساعت راه رفته لوک پلاوش میخوریم. نیم ساعت راه میرین تا لوک پلاو نوش جان بکنیم. بازم مثل وطنی واری نیست. اینجا باز روغنش هم کنجید بوده ماشاءالله. روغن وطنی. بله. میمان ما میشین؟ تشکر. شما میمان ویژه هستید. اگه شوقت ما میمونید دیگه گفته مردم نان و پیاز پیشانی باز. خدمت باشه. تشکر. سفرتان بخیر.
لوک پلاو خودت شاید باورم نکنید تو به نخورده بودیم ما تو میرم لوک پلاو خیر نوش جان میکنیم دیگه ما دیگه گشنه شدیم گشنه میشیم و دیگه چای ما مثل گشنگی وارد نیست یعنی ارواحی میدیم و زیار گشنه مگه نیست من دو تا پاکی میشیم سیر میشیم از 11 شروع میشه نیمت بله آقا تا چند روزو باشه 3 بده تا از 11 دوستای عزیز تا 2 بچه لوک پلاو هست اگر بیاید یعنی رو وقت بیاید 4 بجه مقصد نه 4 بجه لوک پلاو نمیم هر میبینیم انجام مقصد پلاو خوش کردم که میمانا را دیدم باشم صحبت کنم میگه ما بزارش شما را دیدم رو من از عربستان آمد میگه ما از عربستان میریم نیم سال میگم دمونتر میریم تا لوک پلاو پیدا کنیم نوش جان میکنیم ولی باز میگم لوک پلاو وطن نمیرسیم من دیسکوت نعمت جان هم شاگرد یکی از استادای مشهور انکوی هست نامش سلام آقا اگه نتار خیلی رفت مطمئن پیش سلام آقا میریم سلام آقا هم از رنگ بود لطفا این امیسای عزیز اینی را نعمت جان بسیار پر کرد و این را دیگه خوردنشان دیگه کار آسان نیست ما مجبور اگه 3 نفر دیگر هم زنگ بزنیم که بیاید بیشی نه همه من نوش جان بحث کنم نعمت جان بسیار زیاد تشکر از خودت خانه آمد زحمت میکشید همچون لوک پلاو اصلی سلطمانان را تشکیل میکشید دیگه ببینیم که مزهش چطور است صحیح است؟ بخیر باشیم میریم دیگه یه را نوش جان میکنیم دوستای عزیز خب دوستان عزیز جای شما خالی از فرید جان و نعمت جان یک تشکری ویژه میکنم امروز خیلی زحمت کشیدن و بشیر جان کامرامین هم خیلی زحمت میکشه اینی لوک پلاو وطن ما و شماست لوک پلاوی که شما به خاطر خوردنش گاهی اوقات به انخوی و آقچه و فاریاب تا میرفتین ولی خوشبختانه حالا دیگه اگر در مزار شریف زندگی میکنین یا اگر به مزار شریف مثلا سفر دارین بیرون از افغانستان میین هیچ نیاز نیست که برین به انخوی و آقچه این میجا پیش بلاکای شمس گذشته از چوک قرآن شریف یا چوک زراعت بین اینی لوک پلاو اصلی و وطنی که از برنج وطنی یا برنج اول قندوز جان است نعمت جان براتون تهیه میکند و روغن هم دیگه روغن خالص کنجد که عینیت ولسوالی ها برشان میاره زیاد حرف نمیزنیم ما که مزیش ببینیم ما بارم تاکید کردیم که این دومین بار است که ما لوک پلاو در مزار شریف نوش جان میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم جای شما خالی دوستان عزیز یکی از خوبی‌های ویژگی لوک پلاو همی است که نسبت به دیگه پلاوها برنجش وطنی است و ضمناً روغنش هم روغن کنجد است نام خودم بدم دست میچسبه که بیخی دیگه گفته یه یوتیوبر گفت لوک پلاو میگم کباب میگم دوغ میگم باز آدم حیران میمونه کدامش بگیره و این کباب که پیشتر و کاکا شریف پخته کرد کباب لقمایی دریای آمو است که هیچ استخوان نداره که شما بترسید این دوستای عزیز دور از دلتان من اگر خورده برم همکارم باز اشتیا سوز نشه ما ایره نوش جان میکنیم بعد با شما خداحافظی میکنیم
دوستای عزیز، در این 4 سال که ما گزارش از رستوران ها تهیه کردیم، اولین بار است که ما غوری را به این اندازه خالی میکنیم. اما باز هم از پیش ما و کامرامین ماند. واقعا دیگه لوک پلاو همون لوک است دیگه. و ما به خاطر نمی پلاو نان صبح ما تا نوشجان نکردم. خانمم گفت که نان صبح بخورم، تو نه، با اینکه باتون با یک اشیای خالی از این لوک پلاو پذیرایی بکنم. اما با آن هم شما دیدین قاب بسیار پر بود. ما و کامرامین ما نان صبح نخورده بود. خوردیم ولی باز هم اینمی خسبی شما ماند. اگر شما میخواین که لوک پلاو در مزار شریف در روغن کنجد نوشجان بکنین، پس در این آدرسی که من بار برای شما گفتم، نزدیک بلاک های شمس بیاین، از نزدیک خودتان نوشجان بکنین. برنامه را هم در اینجا به پایان میرسانیم. تا برنامه فردا که اسحاق زاید در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.